سرکار خانوم آذر جمیلیان رو دعوت میکنم مادر مکرمه جناب آقای دکتر مهدی زنده وکیلی که این فرزند برومند رو تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردم. مدال معلم ماندگار رو جناب آقای دکتر. خودشیفتگی سیاسی. استاندار استان مرکزی مراسمی را ترتیب داده و در آن مدال افتخار به مادر خود اعطا نموده است. به چه دلیل؟ به این دلیل که چنین فرزند برومندی را برای نظام جمهوری اسلامی تربیت کرده است. روانشناسان میگویند شایع‌ترین بیماری یا اختلال رفتاری در میان سیاستمداران خودشیفتگی یا نارسیسیسم است. این بیماری نوعی نابسامانی شخصیتی است که موجب علاقه، عشق افراطی به خود و خود بزرگبینی مقام سیاسی می شود. از نظر روانشناسان این بیماری می تواند خوشخیم یا بدخیم باشد. در نوع خوشخیم آن مقام سیاسی به تملق و چاپلوسی و مجیزگویی توجه کرده و علاقه نشان می دهد و در نوع بدخیم آن سیاستمدار به جامعه ستیزی و آزارگری یا سادیستیک روی می آورد. این که بالاترین مقام یک استان تمام ادارات را تعطیل و با جمع کردن مدیران استان چنین سیرکی را راه می‌اندازد، ریشه آن را باید در مسائل روحی و روانی و شخصیت مقام سیاسی جستجو کرد.